ما حدود 1 سال و اندی شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستیم. چقدر شهید دادیم، چقدر آواره، چقدر اسیر، فرزندان یتیم شدن، آواره شدن، مشکلات عدیده بر آنها پیش آمد. باور کنید گاهی در دل من این آرزو بود، خدایا ما جهاد که نمیتونیم بکنیم، این موقعیت برای ما فراهم نیست، آیا امکان این هست که ما دست یاری به سمت اونها دراز بکنیم و حداقل حمایت مالی کنیم؟ اونها در این هوای سرد در خیمه ها گرفتار و پریشانن. تا اینکه هفته گذشته از خود سرزمین غزه برای بنده کلیپ فرستاده و از من اسم من رو هم داخل اون کلیپ میاره که بدكم يا شعب الفارس العظيم وإخواننا المسلمين أن تمدوا يد العون لإخوانكم في قطاع غزة وأن توصلوا هداياكم لمولانا عبد العلي خير شاهي ومن هذا الطريق تصل هداياكم إلينا بأسرع وقت. فلانی شما برای ما کمک جمع کنید و مسیر رساندن کمک ها رو هم بیان میکنه ایشون. به همین دلیل بنده هم از شما عزیزان و کسانی که بعدا این ویدیو و کلیپ رو میبینن تقاضام اینه، حتما این یه فرصت دیگه، فرصت طلایی. اگر هیچ کاری برای مردم غزه نکردیم، این حداقل کاری که در این فضای بسیار مهیب انشالله دوستان سعی کنن کمک کنن. هر اندازه که توان دارید، جوانان و برادران و مادران فارسی زبان در هر کجای دنیا که هستید و صدای بنده رو میشنوید، این امانت های شما قطعا به صاحبان اونها خواهد رسید. لذا شماره کارت هایی که در زیر این کلیپ زیرنویس خواهد شد به اسم خود بنده هست، واریز کنید. به امید خدا باشد در حسنات اعمال ما در روز قیامت. الله سبحانه و تعالی از همه من و شما قبول بفرماید.